توهین به اهل سنت و توکل مداح افراطی بر حضرت علی رضی الله عنه. بگو الله اکبر، جونم قربون حیدر. بگو الله. دستو بیار بالا، دستو بیار بالا قشنگه. بگو الله اکبر. در تمام آیه قرآن چنین است، تمام آیه قرآن چنین است، تمام حرف یزدان این چنین است. به کوری دو چشم اهل سنت فقط حیدر امیرالمومنین است، فقط حیدر. شنیدم از لب منبر، شنیدم از لب ساغر که خوش رندی به من میگفت توکل حیدر، توکل حیدر. الله اکبر، جونم قربون حیدر. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از کسانی جز الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد و هر کس که الله هدایتش نماید هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت. آیا الله توانای چیره و انتقام گیرنده نیست؟ و اگر از آنان بپرسید چه کسانی آسمان ها و زمین را آفریده است، به طور قطع خواهند گفت الله. بگو آیا درباره معبودانی که جز الله می پرستید هیچ اندیشیده اید که اگر الله زیانی برای من بخواهد آیا آنها می توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند؟ یا اگر رحمت و بخشایشی برای من بخواهد آیا آنها می توانند رحمتش را از من بازدارند؟ بگو الله برایم کافی است و توکل کنندگان تنها بر او توکل می کنند.